صبح هفتم اکتبر سال 2023 تقریبا ساعت 12 دقیقه راننده автомашین تمغه تایوتا هایتو فیروز سال تولدش 1992 ساکن نویه 5 هنگام حرکت از سمت دیه بلند جماعت دیوت میور به سمت جماعت دیوت نمونه نویه مذکور از اوده دوره وسطی نقلیات نبرآمده پیادهگرد کوچکوف محمدالله سال تولدش 1987 را که از طرف راست به طرف چپ میگذشت پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد کوچکوف به سلامتی ژرات‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. باز همین صبح هفتم اکتبر سال 2023 تقریبا ساعت 9:30 دقیقه راننده دوچرخه یا موتورسیکل غایبوف کرامت الله سال تولدش 2002 ساکن نویه 5 هنگام حرکت از سمت جماعت دیوت قمسنگیر به سمت شوروی بختر 5 در حدود دیهه جویبار جماعت دیوت قمسنگیر برای دویم درجه برآمده به автомашین تمغه تایوتا کمری تحت دوره غایبزاده ایدیبک سال تولدش 1984 ساکن نویه بلخی که در راه خود حرکت میکرد برخورده است. در نتیجه راننده دوچرخه در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت مرد 32 ساله ساکن نویه باباجان غفوروف آغاز کرده شده است. گمان بر شونده 5 یولی سال 2023 در حدود نویه باباجان غفوروف با راه فریب به باوری مرد 26 ساله ساکن نویه دوشتی جر آمده از او یک عدد автомашین تمغه تایوتا کامری 2 که ارزشش 110,000 سومونی را تشکیل میدهد طریق نسیه گرفته مبلغش را تا حال پرداخت نکرده است. آید بین حادثه تفتیشاتی ادامه دارد.